او بچه شراب نخور، او تنها خو من نمیخورم. او بچه جان سکرت نزن، اوی فقط شما تنها من دیدین. او بچه به موسیقی به کنسرت‌های مبتذل اشتراک نکو، به ستاره های افغان و آوای افغان نمیفهم فلان فلان تلویزیون ها SMS نکو، برنامه شیطان پرستاست. والله قسم میخورم برنامه از طرف مسلمان نیست. بگوین الله اکبر. مسلمان که فاسق میشه و این برنامه از طرف فاسق نیست، از طرف کفار دنیا. از کفارم کفاری عادی نیست، کفار یهود نیست، کفار مسیحی نیست. این کفار شیطان پرست است. کسانی می موسیقی که نشر پخش زیاد میکنن، اینا کسانی هستند که میخواهند شیطان را خدا بگویند. شیطان اینا خدا میگن. بابا جوان ما چی میکنه؟ گویی تو میکنه، گویی تو. این جوان مسلمان است، مسلمانی بی خبر است. این جوان شاید سواد هم داشته باشه، متعلم باشه، محصل هم باشه، شاید هم طلب علم بعضی از دین کرده باشه، ولی نمیفهمه که چی است که تو میکنی. جوان میفهمی چی است؟ این رمز یهودی هاست، رمز یهودی هاست. این رمز مسیحی هاست که در برابر مسلمان ها وقتی مسیحی ها پیروز می شدن باز یکی به دیگه ایتو میکدن. مثل که حالی قانون دیگه هم برآمده ایتو بازی او خارجی ها که میکنه ای عمل یاد گرفته. و کمرت میده نشه جوان. ای امت محمد مصطفی علیه السلام، این کار یهود است. اول کار مسیحی ها بود، بعد کار یهود. و این کاری که است شما ببین کسایی که نشر پخش موسیقی رو میکنن در بعض تلویزیون‌های مشهور و ایتو میکنن، این میفهمه علامه چی است؟ علامه شیطان پرستاست، کسانی که شیطان